سلام دوستان، کسایی که نایکی را میشناسن، خب نایک یک برند وسایل ورزشی است، از بوت گرفته تا لباس های ورزشی تا بسیاری چیزهای دیگه و یک برند خیلی معتبر است. و نقطه جالبی که یادارن که بسیار یک اعلانات بسیار خوبش میسازن، تبلیغات بسیار خوب میسازن و حال هم به افتخار رسیدن جام جهانی فوتبال 2026 یک اعلان یک تبلیغ جدید را در یوتیوب پخش کردن به نام رپ د سکریپت. دیگه ببینیم که چی رقمی است. یعنی ما توقعاتی که از نایکی دارم باید اعلان بسیار خوب باشه، چون تبلیغات قبلی از زیر ما دیدیم، یعنی یک تبلیغات سابقه از یاره که به یادم میایه بسیار بازیکنهای زیاد دایی استفاده میشه و تبلیغات بسیار به سطح بالا دارن. خب با ما همراه باشین، بریم این ویدیو رو ببینیم که چی است داخلش. خب شروعش با کیلیان امباپه. بشه نمیشه رو یک برگردان از امباپه. جانم است. خب این شوتینگ کدام فیلم کدام اعلان چیزی بوده. خب کلیک دایرکترم خراب زیاد بازیکن ها از زیادتر کشورها هستن اینجا. ششتن اونا جمال موسیالا از بازیکن های نخبه. کیم کارداشیان هیچی میکنه. ورجیل وان دایک، فدریکو والورده بشک. وای شروع کردن بشک. فوتبالر هم بی رقم هستن. حالا چطور آرام ششته بینی قرار نداره. گرفته ببینید. مسلمان چی رقم عرج مرج و گدودی را انداختن یا کس نشه حالی ها را بگیره. خب اوپا وینی جونیور کل لگیرم جای باشه دریبل کرد. Have you seen Vinny? ای به نظرم داخل کدام پرودکشن هاوس است، کدام استودیوی کلان است، ولی بسیار یک چیز خوب جور کردن که سرگرم کننده است. این باقی چی میگن؟ یکی بود داخل استودیو تو در آمدن در پخش زنده از زلاتان ابراهیموویچ. زلاتان will be back. فیلم از ایران خراب کردن. چی رقم دویدن است و مسلمان سایکو دریبلا را کلی دایرکتر چقدر خراب است. برونو فرناندز حالا چطور آرام ششته لیکی است در پیچوار است. ورجیل وان دایک زد به شیشه از این یکی است. کریستیانو رونالدو. Yes, they are both the goats. Hood should Ronaldo. جانم هستی. رونالدو.
برو رونالدو، برو. ورژین والدای که میزنه. والا الله زد، رونالدو را زد. چی گپ شد؟ فجار شد. رونالدو برد. نه بیادر. رونالدو کجا میموره؟ رونالدو کجا خلاص میشه؟ یا کی از کول پالمر. کول پالمر بازیکن چلسی بود. اول از سیتی بود، باز آمد در چلسی. چی حال است؟ بخیر دیگه، حالا انتر والا خراب کردی. ششته خراب. چی حال شده بدن در داخل استودیو از یاد؟ چیزی که بود نبود کلش یک دفعه دویده در آباد. این دفعه ما ایزه والا خیر. راست ویدیو را استاپ کردم یک لحظه با معذرت. راست که بگوییم جام جهانی وقت است که یعنی کسایی که عاشق فوتبال هستن و فوتبال میبینن، تعقیب میکنن، برای از اونا دیگه بهترین وقت است، چون مسابقات است رد در رد پای هم و مسابقات بسیار با سطح بالا است که ببینین این بازیکن‌ها را از رونالدو گرفته تا وینی گرفته تا والورده و تا هالند و اینیا. جام جهانی وقت است که ارزش داره که تمام بازی‌ها دیده شود و مخصوصا به خاطر از اینکه بعد از هر 4 سال بعد یک بار جام جهانی میه دیگه. این جام جهانی به خاطر از این اسپیشال است که هم از رونالدو، هم از مسی و هم از به احتمال خیلی زیاد از نیمار جونیور شاید بازی آخرش باشه، یعنی تورنمنت آخرشان باشه و این دفعه به پرتغال و به رونالدو خیلی چشما بسته است و امیدوار هستیم. من خودم از طرفدارای دو آتشه رونالدو هستم، پرتغال، رئال مادرید دیگه. با امید از که پرتغال ببره. خب بریم ادامه از این ببینیم که بسیار سینماتیک معلوم میشه. رونالدو، امباپه و سایکو جنون و هیجان واقعا حس و حال جام جهانی را داره. وینی جان بیشک برو دیگه رونالدو، یک برگردان. برو دیگه، کل دنیا سعی داره، یک برگردان. یکی است مشتکک. مشتک گل میزنه خیلی میزنه. این قرار شیشته بود حال رسید. ده بچه شالن ده تو غول نروژی تو میتونید. rip the script. خب تبلیغ بسیار بالا، تبلیغ بسیار یعنی من چیزی که ازش توقع داشتم واقعیت دلیور کرد، واقعیت رساند اون مطلبه و معلوم میشه که برای جام جهانی ساخته شده. در ظرف 2 روز از پخش از اعلان بیشتر از 52 میلیون بار دیده شده ای و این خودش هم بزرگیش نشان میده. و باز وقتی که کریستیان ده باشه در این بازی، کریستیان رونالدو باشه در این تبلیغ، وینی جونیور، کیلیان امباپه، ارلینگ هالند، بازیکنهای نامدار دیگه جهان کلش در این تبلیغ بود و واقعیت منتظر هستیم که جام جهانی رسما شروع شود. تا چند روز دیگه بازی های پرتغال هم میبینیم و راجع به او هم صحبت های خود داشتیم. فعلا امیره میخواستم یک ببینم، زیاد تعریف شنیده بودم ولی واقعیت لایک داره. تبلیغی که جور کرده بودن واقعیت فوق العاده بود. خدا کنه که از ریاکشن ما خوشتان آمده باشه. اگر خوشتان آمده باشه یک لایک، یک سابسکرایب، یک کامنت چیزی بگذارید دیگه. تا ریاکشن بعدی، خداحافظ.